این کودکان از مایده ملت لولی تبور خوانندگان مؤسسه تحصیلات اساسی رقم 68 از دهات به نام میرزاعلی وایسف ناحیه وسه میباشند. با آموزش فن‌های دقیق توجه دارند. ماه اپریل در زمینه آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در این مؤسسه تعلیمی محفل دانشوران دایر کرده شد. در این چهاربینی در حضور مهمانان از شعبه معارف خوانندگان دانش‌های از خود نمودهشان را در سمت علم‌های دقیق با گذراندن تجربه ها نشان دادند. کنفرانس علمی ادبی در موضوع علم فروغ معرفت تحت همین موضوع بخشیده به هم تأسیسیابی روز علم تاجیک و همزمان در حاشیه 20 سالگی آموزش فنهای طبیعت شناسی ریاضی دقیق که از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای رشد ساحه معارف اعلان گردیده بود دایر گردید و هدف از برگزار نمودن همین کنفرانس علمی ادبی تربیه نسل نورس در روحیه همون دانش از خودکنی علم آموزی و همزمان در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی می باشد. در جنبست از نام شعبه معارف ناحیه اشتراکچیان فعال چهاربینی با سپاسنامه ها قدر کرده شدند. پیش از آغاز چهاربینی مهمانان و دستاوردهای دیگری مکتب در سمت تاریخ و فرهنگ دهه‌داری شناس گردیدند. محفل دانشوران صحیفه از دستاورد مؤسسه با عکس کالکتیوانه خاطروی جنبست گردید. گزارش خوجه نظری خدای نظر ظهروف از ناحیه وسه